سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جلسه هفتم رو آغاز میکنیم. راجع به نرخ ارز تعادلی قرار هست صحبت بکنیم توی جلسه هفتم و خدمتتون عرض بشم که این که اصلا چی هست و چه شکلی باید محاسبش بکنیم و به چه درد ما در معامله گری میخوره. اول من این توضیح رو خدمتتون عرض بکنم که نرخ ارز تعادلی معمولا توسط بانک‌های مرکزی اندازه‌گیری میشه و متداول نیست که از این نرخ معامله‌گران استفاده بکنن. معامله‌گران حداقل معمولی رو من ندیدم استفاده کنن، ولی چیزی هستش که بسیار راهگشا هست و اگر که شما بدونید و بتونید حساب بکنید این نرخ ارز تعادلی رو، بسیار بهتون کمک میکنه. خدمتتون عرض بشم که در مورد محاسبات سال پایش باید خدمتتون عرض بشم که یه چیزی هول و هوش 1500-600 صفحه مقاله مختلف که تو بانک‌های مرکزی مختلف نوشته شده بوده خونده شده و تهش به این نتیجه رسیدیم که در واقع ابتدا یا انتهای یک آشوب رو ما بگیریم برای سال پایه. بانک مرکزی هایی مثل بانک مرکزی استرالیا یا کانادا سال پایه‌ای که برای خودشون قرار دادن متفاوت هست، اما سال پایه‌ای که ما قرار دادیم برای همه ارزهای ماژور که روبروی دلار معامله میشن سال پایه‌ای 2008 بوده. خدمتتون عرض بشم که مجبور شدیم این کارو بکنیم. توی این محاسبات خود دلار امریکا رو دارم عرض میکنم خدمتتون، صفر گرفته شده و فقط روبروش خدمتتون عرض بشم که ارزهای مختلف دیده شدند و مجبور بودیم که این کارو بکنیم که این از یک مبدعی شروع بشه و تا یک جایی بیاد که برای ما قابل فهمتر باشه این موضوع. راجع به نوع محاسبات بخوایم صحبت بکنیم این شکلی هستش که یک ماه اول هر جفت ارزی رو، حالا مثلا اگر 20 روز کاری، 22 روز کاری، 18 روز کاری هر چقدر داشته باشه رو، اینا رو کلوزهاش رو با هم دیگه جمع میکنیم، تقسیم بر تعداد روزهای کاری میکنیم و یک عدد میانگینی به ما میده این در واقع موضوع، و اون عدد میانگین رو میایم و تورم دو کشور در اون ماه رو، مثلا اگر جفت ارزمون یورو یو اس دی هست، تورم یو اس دی که بشه دلار امریکا رو از تورم حوزه یورو که بشه در واقع یوروی معاملاتی، حالا چون این که میگم یورو معاملاتی، این ذهنیت و شایبه واسهتون به وجود نیاد مگه یوروی دیگه ای هست، به هر پولی که خارج از حوزه اون در واقع کشور معامله میشه بهش میگن یورو. به عنوان مثال، حالا این بد نیست تو زنگ تفریح هم داشته باشید، اگر ریالی داخل ایران معامله بشه، خب ریال ایران هست، همین ریال ایران اگر که توی کشور عراق معامله بشه میشه یورو ریال، یعنی به پولی که خارج از یک کشوری داره توی اون کشور معامله میشه میگن یورو. به خاطر همین در واقع من این توضیح رو دادم. یوروی اتحادیه اروپا، خدمتتون عرض بشم که اتفاقی که میفته، تورم کشور امریکا از تورم اتحادیه اروپا کم میشه و در نهایت به اضافه اون خدمتتون عرض بشم که میانگین به دست اومده واسه یک ماه میشه. فرض رو بر این بذاریم که تورم امریکا 4% بوده توی یک ماه و تورم اتحادیه اروپا 2% بوده. این 4 رو منهای 2 میکنن، 2% باقی مونده رو اگر به عنوان مثال عدد ما میانگینمون 100 به دست اومده باشه، 100 رو به اضافه 2% میکنن میشه 102. بعد این 102 رو میارنش واسه ماه بعد، دیگه به میانگین ها کاری ندارن، یعنی اون ور در واقع میشه نرخ ارز بازار آزاد که توی فارکس داره معامله میشه، این ور دیگه میشه نرخ ارز تعادلی.
بعد میان چیکار میکنن؟ مجددا ماه بعد، ماه دوم، تورم کشور در واقع مقصد رو از مبدأ کم میکنن، به اضافه اون 102 میکنن. فرض میکنیم که تورم توی ماه دوم، تورم امریکا 3% بوده و تورم خدمتتون عرض بشم که اروپا 1.5% بوده. این 1.5% که باقی میمونه رو به اضافه اون 102 میکنن و عدد در واقع جدیدی به دست میاد و اون رو در واقع میذارنش به عنوان نرخ ارز تعادلی. این پس نوع محاسبش هست. حالا کاربردش چی هستش برای این کاربرد نرخ ارز تعادلی در معامله گری چی هست؟ ببینید، ما یک انحراف معیار نسبت به نرخ ارز تعادلی داریم در ارزها. مثلا یک ارزی عادت داره که معمولاً 50% قوی تر از نرخ ارز تعادلیش ظاهر بشه توی بازار و یک ارزی و هر موقعی که اون ارز در واقع میاد به نرخ ارز تعادلیش نزدیک میشه، مجدداً در واقع شروع میکنن به تقویت کردنش. یه ارز دیگه ای هستش که این ارزی که راجبش صحبت میکردیم مثلا دلار نیوزلند هست. یه ارز دیگه ای هم وجود داره که این بین تلرانس منهای 10% تا مثبت 10%، یعنی هر موقع 10% تضعیف میشه بانک مرکزی اون کشور شروع میکنه به تقویت کردنش، میرسونتش به نرخ ارز تعادلی. این تقویت کردن ادامه داره تا موقعی که 10% در واقع تقویت شده باشه اون ارز، بعد دوباره شروع میکنه به تضعیف کردنش و این توی کانال 10% داره حرکت میکنه. ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم خدمتتون عرض بشم که اون ارزی رو که تو حالت کمینه خودش قرار داره به لحاظ نرخ ارز تعادلی، مثلا یک ارزی گفتیم دلار نیوزلند، صفر تقریبا میشه گفتش که عددی هستش که تو حالت کمینه خودش هست، یعنی هر موقع میاد روی نرخ ارز تعادلیش مجددا شروع میکنه به تقویت شدن. با یک ارزی که این هر موقع منفی 10% میشه و تضعیف شده، مجددا اون خدمتتون عرض بشم که بانک مرکزی میاد شروع میکنه اینو تقویت کردن. این دوتا رو با همدیگه کراسشون رو پیدا میکنیم و شروع میکنیم معامله کردن. حالا من برم روی خدمتتون عرض بشم که متا تریدر، تا اول برم روی چیز نرخ‌های ارز تعادلیمون و مثلا اتفاقی که اینجا میفته، ما میبینیم که توی یورو من اینو برش گردونم بیارمش بالا و به شما نمایش بدم که چه اتفاقی داره میفته اینجا توی یورو. خب اینجا ما در واقع نرخ ارز تعادلی رو گذاشتیم. میبینید که واکنش های خیلی خوبی به نرخ ارز تعادلی خودش داده و الان یورو نرخ ارز تعادلیش باید چیزی هول و هوش، بذارید من برم روش که از رو بخونم، 1.41 باشه، در حالی که الان داره 1.07 اینا معامله میشه توی بازار. خب 1.08 داره معامله میشه حدوداً آخرین ماه، میانگین آخرین ماه این. خب اینو چیکار میکنیم؟ این در واقع میبینیم که بسیار تضعیف شده و با نرخ ارز تعادلی خودش بسیار فاصله داره. پس یورو ارزی هستش که باید خریداری بشه. میایم سراغ پوند. متاسفانه اینا همش نمیدونم چرا پایین چارت گیر کرده. میایم سراغ پوند و پوند رو میبینیم که این تقریبا چسبیده به نرخ ارز تعادلیش. اوزی رو میبینیم که تقریبا چسبیده به نرخ ارز تعادلیش و این وسط خدمتتون عرض بشم که کیوی رو میبینیم که این بالای نرخ ارز تعادلیش هست و فکر میکنیم و حدس میزنیم که همون شکلی هم که داریم میبینیم داره برمیگرده مجددا روی نرخ ارز تعادلیش. پس بنابراین احتمالاً یورو به NZD میتونه خرید خوبی رو به ما بده.
میریم سراغ چارت و میایم چارت یورو به NZD رو انتخاب میکنیم. ببینم پیداش میکنم اینجا GBP NZD یورو NZD. خب همون شکلی که میبینید تقریبا میشه گفتش که توی 36 روز کاری گذشته مدام این ارز رو به بالا بوده و الان هم اومده توی سنتیمنت سالانه 1 کندل 2 کندل 3 4 5 تا کندل و حالا بقیهش هم این بالای در واقع چیز مونده. حتی سال گذشته هم اومده ایاپ رو داده، برگشته روی نقطه PFE، از همینجا یک کله شروع کرده سود دادن. یعنی از این PFE سالانه شما بخواید حساب بکنید تا امروزی که بالاترین نرخ رو داشته، یه چیز هولوش 7% این ارز، این جفت ارز در واقع حرکت مثبت داشته. و خب ما انتظاری که داریم این هستش که حالا الان برمیگردیم روی نرخ ارز تعادلی، تارگتمون رو بخوایم از روی نرخ ارز تعادلی در بیاریم. این فاصله این دوتا مثلا حالا با هم دیگه فکر میکنم یه چیزی هولوش اگر بگیریم 2% باشه و فاصله این دوتا هم با هم دیگه یه چیزی هولوش اگر اشتباه نکنم هولوش 30% هست. نصف این عدد و رقم رو ما میگیریم به عنوان تارگت، یعنی اون 30 رو به اضافه اون 2% میکنیم و میگیم که خب میشه 32% و این 32% رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 16%. یعنی چی؟ یعنی 7% از این راه رو رفته، احتمال داره که یه چیزی هولوش 9% دیگه این چارت ما در واقع صعودی باشه. بخوایم چیزش بکنیم میشه گفتش که انتظاری که ما داریم اگر قرار باشه 16% کف رو اینجا بگیریم، 16% میشه تقریبا اینجاها رو ما انتظار داریم که خودش رو برسونه این جفت ارز. یعنی میشه گفتش که از اونجایی که ما تارگت داریم براش تا اینجا یه چیزی هولوش 1635 پیپ دیگه و 8-9% دیگه جا داره که این چارت صعود بکنه. این کلیات در واقع نوع معامله گری، پیدا کردن جفت ارزها و محاسبات نرخ ارز تعادلی هست. اگر سوالی داشتید با توجه به اینکه من این ویدیو رو 2-3 بار ضبط کردم و در انتها در واقع موفق نشدم به صورت آنلاین ضبطش کنم و الان دارم آفلاین این کار رو انجام میدم، اگر سوالی دارید توی گروه بپرسید، من با کمال میل و طیب خاطر بهتون اگر بلد باشم جوابش رو خواهم داد. امیدوارم که روز و روزگار بهتون خوش باشه و خدا یار و نگهدار.